زارین آمد چای من ها چی شد؟ آغاز شد یا السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند تیر ماهی زرین مبارک باشد. من مخیم جان هستم، مبدوفتویف از تئاتر استودیوی خندیم کباب و با امید و آرزوی آنه که داریم و در شما خنده باشد برنامه نوبتی را در همکاری با اساتسیاسی همکاری بازداشت سیل در جمهوری تاجیکستان تقدیمتان می‌داریم. پاندمی گویم یک بیماری را از مد نظر ما دور کردیم. این هم باشد همین بیماری سیل است، یعنی که به روسی میگه توبرکولوز. امروز در شهر پنجکنتی بوستون حضور داریم و در دهاتی پنجکنتی بوستون بودیم و بابت همین بیماری سیل معلومات رسانده شدیم. امروز من در محله شما ما مهمان هستیم. میخواهم برای فایده سلامتی شما یک چیز گفته باشم. در محله اگر یکان نفر بیماری سیل شود، حمایتی گفتگو یا دختری وای همان عائله کلی نمی‌کردن یا که همه خیال بود، پیشتر همه خیال بود، توبرکولوز شده است، کسان شده است، تمام گفته. لیکن امروز طبی زمانه‌ای ما قادر است که همین بیماری را چی کند؟ تبابت کند. اگر سریع وقت آن نفری که به این بیماری گرفتار شده است سریع وقت تبابتش را گیرد و از پی تبابت شود، البته صحت می‌یابد. آیا نشانه‌های این بیماری را می‌دانید؟ پس من خود حاضر نامبر میکنم و بعدا برنامه رو با آغاز میکنم. خب اولین این سلفه دوامناک مابین یک دو هفته با بلغم بیایی، یعنی که یک دو هفته سلفه میشود آدم بیمه‌دار شوی، کم شوی گویم اشتهایتان کم میشود و حرارتی بلندی بدن کم شوی وزن و طرفی شب مثلا ببینیم بدن شما عرق میکنه. اگر همین نشانه ها باشه در ترس و هراس کرده چی نکنید و البته بعد دکتر مراجعت کردنتون لازم. رفیق میمون تیجی شما به تو آدم نمیشه گفتید که آینه من میمونم گفتم مسیحت نامه من نوید تازه رفیق میمون دوستان با دست کرید. من نزدیک آینه برفته عکسی رنگینی شما را میبینم. گفتم که نگاه میکنم چشمم به ایواکواتورچکو افتیده ماشینی منو برداشته رفته دارم خونه سوخته ها از همینجا سر داد کنم توری نمیگیره داخل اینجا دوی ماشین داخل بنابراین من کمتر جنجال کردم و جهلم اومد برآمده رفتم حاضر آمدم. من عکس رنگینی شما حاضر اکنون میبینم. من رفیق بیمار دادو؟ موندن سری. تواتی بیماری سیل رایگان است عزیزان. اینک وقتی آن رسیده استی ما خانه‌مان، محله‌مان، دیهه‌مان، شهرمان، ولایتمان البته وطنمون را از این بیماری پاک سازیم. خب هر یک نفر، یعنی که هر یک آدمی که مرا از تماشا کشیده است، شما هم میتوانید در این حرکتی ما، در این جنگی ما نسبت یعنی همین بیماری سیل سهم گذار باشید. چه خیال سوال دیگه بینگر و چه اتفاق بگرم. خودتان نظمی درست هستید می راستی گفت تعریفتان تمامی شهر بیرنا بشویده بید. من گفتم همین طبیب را میبیام که یاردم میکنم گفته اومدم. مردم سیدم آدمی تعریف میکنن. البته شما همین تعریف شما اومدم. البته